از سهل ابن سعد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هر آینه در بهشت در است که به آن ریان گفته می شود و روزه‌داران در روز قیامت از آن داخل می گردند که هیچ کس غیر از ایشان از آن داخل نمی گردد. گفته می شود: روزه‌داران کجایند؟ پس ایستاده می شوند و از آن کسی غیر از ایشان داخل نمی گردد، یعنی غیر از روزه‌داران. و چون داخل شوند آن در بسته می شود و هیچ کس از آن در وارد نمی شود. باقی نکوکاران. حدیث زیر رقم 1217. از ابو سعید خدری روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ بنده نیست که روز در راه الله روزه گیرد مگر این که الله به آن روز وی را 70 سال از دوزخ دور می دارد. در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص روزه گیرد گناه گذشته‌اش آمرزیده می شود، یعنی بخشیده می شود. و همچنین در روایت دیگر چنین آمده است: چون رمضان آید درهای بهشت گشاده شده و درهای دوزخ بسته گشته و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. همچنین از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه گیرید با دیدن آن هلال رمضان و روزه را بخورید با دیدن آن هلال شوال. پس اگر هلال پوشیده شد بر شما عده شعبان را 30 روز تمام کنید. و در روایتی از مسلم آمده که پس اگر پوشیده شده بر شما، یعنی آسمان ابر بود، 30 روز روزه بگیرید. از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: چون دهه آخری رمضان فرا می رسید رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها را زنده داشته خانواده اش را بیدار می کرد و بسیار کوشش و جدیت می نمود. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هیچ کدام شما یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه نگیرد مگر این که کسی باشد که همان روز را روزه می گرفته پس آن روز را روزه بگیرد. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پیش از رمضان روزه نگیرید بلکه با دیدن ماه روزه گرفته و با دیدن ماه افطار کنید و اگر ابر مانع دیدن آن شد 30 روز شعبان را تمام نمایید. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: چون نیمه از شعبان بماند پس روزه نگیرید. از ابوالیسقان عمار ابن یاسر روایت شده که گفت: آن که در روزی که در آن شک است روزه گیرد همانا در برابر ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم نافرمانی نموده است.